خدمت مردم عزیز کشورمون سلام عرض میکنم. تسلیت میگم مجددا. شهادت مقام معظم رهبری رو، فرماندهان بزرگوار کشورمون رو، دانش آموزان مظلوم و بیگناهی رو که مدعیان حقوق بشر، مدعیان آزادی، مدعیان انسانیت بیگناه با بمباران شهید کردن و روندی که متاسفانه وجود داره بدون توجه به تمام قوانین بین المللی هر جایی رو که دلشون میخواد بمباران میکنن و از مدارس و بیمارستان ها و مراکز مختلف در کشور پرهیز ندارن از اینکه این کارها رو بکنن. من لازمه از مردم بزرگوار کشورمون علیرغم همه این سختی هایی که وجود داره هر شب در صحنه، از هر کسی که ایرانیه، از هر کسی که تو ایران زندگی میکنه، بدون توجه به این که چه مذهبی داره، چه وضعی داره، چه قیافه‌ای داره، حضورشون برای دفاع از تمامیت خاک ایران ما، ایران در حقیقت سربلند تاریخی ما، باعث میشه که دشمنان ما رو نسبت به اون چیزی که در ذهن دارن ناامید بکنه و قدردان این مردم بزرگوار هستیم. همه اون اختلافات، نگرانی ها، دلخوری هایی که از هم دیگه داریم، اعتقاد من بر اینه و باورم بر اینه امروز باید همه اینا رو کنار بذاریم. همه باید دست به دست هم بدیم و از آب و خاک و سرزمین خودمون با قدرت دفاع کنیم و تا پای جان ایستاده تا ایرانمون رو سربلند از این بحرانی که هست بیرون بکشیم و اینکه ما بدون قید شرط بخوایم تسلیم بشیم، یه چنین خوابی رو اینا باید با خودشون به گور ببرن. آنچه که ما باش پایبندیم قوانین بین المللی است، چارچوب‌های انسانی است و اون اصولی که اینا دم ازش میزنن اصولا باید به همون پایبند باشن و حق و حقوق همه کشورها رو و طبیعتا ایران ما رو اینا حق ندارند نادیده بگیرن.